خدایی را بنده نیستم، کلاهم را برای فاتحان دروغین تاریخ به نشانه احترام بالا نمیبرم. شیخ و شاه دشمن به اندیشند و من به دنبال تغییر وضع موجود. نه اهل مماشات و نه بدبستان. هیچ پرچمی را قابل نمی بینم مگر آن که بر آن ارزش‌های انسانی حک شده باشد. از مرگ نمی هراسم، تنها هم نیستم، دوستان بسیاری دارم، با دشمنانی بیرحم و جانی و تصوراتی در ذهن که در آن انسان ارزش‌های اوست و بیرقی برای تغییر. می‌دانند پیروزی زمانی است که آخرین شیادان را چه شیخ باشد و چه شاه به دادگاه عدل و انصاف سپرده باشیم. در بستر رهایی زندگی معنای یک اندیشه و به سوی فتح رفتن است، یا شکست را پذیرفتن و تن دادن به ذلت و خواری است. هیچ خدایی را بنده نیستم، کلاهم را برای فاتحان دروغین تاریخ به نشانه احترام بالا نمیبرم. ترجیح میدهم زندگی پردردی داشته باشم، ولی همچون یک انسان صاحب منطق برابری طلب بمیرم تا تن دادن به ذلت و خواری. نوشته ای از استاد شمیع صلواتی، خوانش آنلاین حمیدرضا شاملو. معرفی دو استادان و هنرمندان.